وقتی من آرام گذر ای رهگذر بر این مکان بار نگر ما می رویم نزد خدا آرامگاه است جای ما. امروز ما تصمیم گرفتیم که آرامگاه بزرگان ادبیات و صنعتی تاجیکستان که در شهرک لوچاب جایگیر است زیارت کنیم و حالا من در سری گوری قبر استاد میرزا ترسونزاده هستم و از سال 1977 وقتی که من انستیتوت طبی را ختم کردم استاد ترسونزاده این عالم را قدرت گفتند و از همین نزد تئاتر اپرا بالت تا لوچاب دو طرفه مردم شهر دوشنبه میگریستند و این خیلی مرده که گویم با آب رو گور کردن در شهر دوشنبه اولین مرتبه من دیدم و با وصیت خود میرزا ترسونزاده به واسطه به قبر جورابک مرادوف جسد آن کس را گذاشتم و من که از خردی از دوره مکتبخانه شیرهایی میرزا ترسونزاده را از یاد کرده بودم قریب که داستان جان شیرین، قصه هند دیگر اثرها تمامش یاد کرده بودم. از آن جمله جان شیرین اینقدر جنگ مکن، اینقدر بیهوده دلتنگ مکن، گشته گشته از سفر باز آمدم، باز نزدت من به پرواز آمدم. خوش اینجا مختصر درباره میرزا ترسونزاده کمی معلومات دادیم و اینجا قدمجوی تمام بزرگان هست و به واسطه هر یک شهروندش تاجیکستان و توریست ها که از کشورهای بیرون می آیند حتما آمده اینجا زیارت میکنند و ما باید که بزرگان خود را پاس داریم و گرد اطراف هم وقت خود را ساز و آزاده تازه نگه داریم. سلامت باشید، صد ساله شدید.